عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: من دخل قبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفینه. خداوند رحمت و مغفرت کند بهترین شخص بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق را که در سخنرانی خود می گفت هر کسی که اگر وارد قبر می شود، زمانی که با خود عبادت پروردگار ندارد، با خود توشه قبر ندارد، همچنان است که در یک بحر داخل شده است، همراه خود کشتی ندارد. این سخن خیلی پرقیمت حضرت ابوبکر صدیق است، زیرا که حضرت می‌دانستند از زبان استاد خود، معلم خود، از زبان خسر خود، رهبر مسلمان ها محمد صلی الله علیه و سلم شنیده بود که القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. و شنیده بود که حبیب خدا میگو قبر برای بعض بندگان خدا باغ از باغهای جنت است، برای بعض از بندگان خدا چقری از چقری آتش دوزخ است. اینا که حبیب خدا که میگفت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این سخنها را تکرار میکرد، ابوبکر صدیق از این سخن پرقیمت حبیب خدا فرمودند کسی که وارد قبر می شود به توشه است، به عبادت است، قبر او چقری از چقری آتش دوزخ می شود. می روی بر خانه تاریک پر وهمی لحد، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتشان کند، می روی بر خانه تاریک پر وهمی لحد، از برای اینجا فرصت است. از این خاطر به سوی پروردگار دعا میکنیم که خدای مهربان پیش از آنی که جان ما را قبض میکند، پیش از آنی که ما را وارد خانه آخرت میگرداند، خداوند برای ما چنان توفیق و هدایت نصیب گرداند که ما همراه خود توشه داشته باشیم. خداوند از قبرهای ما همه فتنه های قبر بیرون گرداند و قبرهای ما را خدایا بر روضه از روضه های جنت مبدل بگردانی. خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا در دل ما بندگانت محبت ذات خودت را، محبت حبیبت را، محبت این یار اول حبیبت ابوبکر صدیق را خدایا جایگیر بگردانی. خدایا آن آرزوها و آن هوسها و آن مرامهایی که در دل این بندگان توست خدایا برآورده بگردانی. خدایا این جمهوری ما را آباد و زیبا بگردانی. خدایا رهبر دولتم که برای بهبودی این سرزمین سعی و کوشش ها میکند، خدای ایشان هم در حفظ امانت نگه داری. آمین یا رب العالمین. عن عمرو ابن العاص رضی الله عنه بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت يا رسول الله. حضرت عمرو ابن العاص میگوید بار پیغمبر خدا در یک لشکر اسلامی ها مرا سرلشکر انتخاب کرد. حضرت ابوبکر و حضرت عمر، حضرت عثمان و علی این همچون یک عسکران عادی آن لشکر بودند، لیکن حضرت عمرو ابن العاص میگوید من سرلشکر بودم و نزد حبیب خدا آمدم.
فکر کردم که مادامی که مرا که سرلشکر انتخاب کرده است از ابوبکر و عمر و عثمان و علی دیدم مرا دوست می‌دارد. لیکن وقتی که نزد حبیب خدا آمدم گفتم یا رسول الله، ای حبیب خدا، ای فرستاده پروردگار، ای الناس احب الیک، کدام مردم به سوی تو محبوب تر است؟ این مردمی که در پیش نظر تو میتابند که عدد اینها خیلی بیشمار است، کدام اینها را دوست می‌داری؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب این سرلشکر چی گفتند؟ عایشه. در بین این مردم گفت محبوب ترین این مردم به سوی من گفت حضرت عایشه صدیقه است. حضرت عمرو ابن العاص میگوید فقلت من الرجال، ای حبیب خدا مراد من از مردهاست از زنها نیست، من از مردها تو را سوال دارم، در بین مردها کی را دوست می‌داری؟ حبیب خدا گفتن ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم. در بین همه مردهای امتم محبوب ترین شخص به سوی من ابوبکر صدیق است گفتن. حضرت عمرو ابن العاص میگوید فکر کردم که بعد ابوبکر سوالش کنم شاید که میگوید تو را دوست می‌دارم. بعد از آن پرسیدم ثم من، بعد از ابوبکر کی را دوست می‌داری؟ قال عمر ابن الخطاب، گفت عمر ابن الخطاب دوست می‌دارم. فعد رجالا، میگوید همچنان پیوست گفتن گرفت حضرت ابوبکر دوست می‌دارم، عمر دوست می‌دارم، عثمان دوست می‌دارم، علی را دوست می‌دارم. از این خاطر بود که حبیب خدا دعا کردند خدا رحمت کند صاحب تفسیر قرطبی را در جلد 20 این در صفحه 89 حدیث میارد، از حضرت علی میارد. میگوید حضرت علی گفتن که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت رحم الله ابوبکر، خدا ابوبکر رحمت و مغفرت کند. این دعای پیغمبر در حق ابوبکر بود، خدا رحمت و مغفرتش کند که برای من خدمت‌های کرد که از هیچ نفر این خدمت من دیدگی نیستم. اول اینکه دختری باکیره خود در نکاح من درآورد و حملنی الى دار الحجره و اعتق بلالا من مالی. خدا رحمت کند ابوبکر بعد از آن که دخترش در نکاح من درآورد، بعد از این حضرت بلال موحد خدمتگاری در راه اسلام از مال خودش از غلامی آزاد کرد. باز گفت پیغمبر خدا خدا رحمت کند ابوبکر که در هجرتی که من از مکه به سوی مدینه کردم برای من بسیار کمک کردند، در هجرت بسیار همسفری خوب بودند، همیشه از من محافظت میکردند. چگونه ای که جمعه پیشین باب هجرت بود، زمانی که دایره حبیب خدا در مکه مکرمه روز به روز تنگ شد، وقتی که مسلمان ها دیگر ناچار ضرورت پیش آمد با فرمان حبیب خدا که دیگر مکه مکرمه را ترک ساختند، در مکه یک چند مسلمان انگشت شمار باقی ماند که از بین اونها یکی رسول اکرم و دیگر ابوبکر بود. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم، مشرکان عرب، دشمنان اسلام، دشمنان رسول اکرم وقتی دیدن که مسلمان ها روز به روز از مکه برآمده رفته ایستادند، خانه و زن و فرزند ترک کرده ایستادند، این هجرت کردن برادرای عزیز و گرامی این کاری سهل نیست. این خانه و این اسباب و انجام و زن و فرزند اینجا گذاشتن و دیگر ملک اختیار کردن والله که کاری هر کس نیست. قصه اگر ام سلمه را من برای شما بیان کنم، حضرت میگوید وقتی که من خواستم که سفر کنم به سوی مدینه، پشتیبانی از رسول اکرم پیش راهی مرا میگوید مشرکان گرفتن. کجا میروی؟ گفتم هجرت میکنم، مدینه میروم.
مادام ما را نمیگذارید که نماز خوانیم، مسجد گشاده کنیم، عبادت خدا را که کنیم، پس برای ما دروازه های مدینه گشاده است، برادرای ما را منتظرند. گفتند ام سلمه می روی مرحمت رفتن بگیر، لیکن این زن و فرزندت از آن ماست. زن و فرزند من میگه از دستم گرفتن، 1 سال در فراق اینها در مدینه سوختم، لیکن زن و فرزند گذاشتم رفتم. حضرت صهیب رومی میگوید وقتی که من از مکه که هجرت میکردم، پیش راه من را گرفتن، گفتن تو از روم آمدی، زمانی آمدی تو 20 درهم نداشتی که زندگی کنی، امروز صاحب دولت و سهولت شدی، دولت و سهولت همه تا گذار، خودت رو هر جایی که رفتن میگیری. اینگونه مشقت ها بالای صحابه های پیغمبر خدا در زمان هجرت آمده بود. خلاص مشرکان عرب دیدن که مردم سفر دارد، از آینده ترسیدند. گفتن اینا روز به روز رفته ایستادند، اونجا یک قوه بزرگ می شود، روز هجوم به مکه می کند و این دولت و سهولت و این خانه و در از ما و شما را می گیرند. برای این پیشگیری کردند در کار. در حال جلسه آراستند، مجلس کردند، با سرداری ابو جهل نقشه کشیدند. هر کس به خود پیشنهاد کرده بود که من جمعه پیشین برای شما گفته بودم، لیکن پیشنهاد ابو جهل در این مجلس گذشت. پیشنهاد چی بود؟ از هر قبیله عرب 1 نفری را نزد دروازه پیغمبر خدا میگذاریم، در دست اونا شمشیر میدهیم، زمانی که این پیغمبر از خانهش بیرون میشود، 1 باره این 11 شمشیر در شکم او زده میشود. پس حبیب خدا یک قوم بنی هاشم است، قوت اینا به این 11 قبیله عرب نمیرسد، ما خونبه هاش میدهیم، با همین آرام میشویم. نقشه را کشیدند، همگیش خرسندی دیگر حد کنار نداشت که این شخص کشته می شود. تمام دیگر در مکه هیچ آوازه و هیچ تشویش دیگر نمی شود. چی می دانند که در زمین اینها نقشه کشیده ایستادند، در آسمان پروردگار نقشه نجات رسول اکرم کشیده ایستاده است. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اینا نقشه کشیدند. خدا میگوید من هم نقشه کشیدم، لیکن بهترین نقشه کش من هستم، گفت پروردگار. در حال از این حال مجلس روی درهای پوشیده صورت گرفته بود. کسی از این مجلس آگاه نداشت که چی مصلحت در داخل این تالار شده بود، لیکن الله که از این آگاه بود با جبرائیل فرمان داد رو آن نقشه که ابو جهل نسبت رسول اکرم کشید به پیغمبر من خبر بده و بگو که امشب مکه را ترک سازد. در حال آمده خبر گرفتند، حبیب خدا را فهمانیدند. رسول اکرم در گرمای روز خانه ابوبکر صدیق آمد که بار هم ابوبکر میگوید خانه من در گرما نمی آمد، پیوسته عادتش بعد بامداد یا بعد عصر بود. فکر کردم و گفتم که چی کار مهمی پیش آمده است. وقتی با حبیب خدا در خانه نشستم، حبیب خدا گفت کسی در خانه نیست؟ گفتم کسی نیست. گفت خبر مهم است. گفت چیست؟ گفت فرمان شد که امروز مکه مکرمه را من ترک سازم. ابوبکر صدیق منتظر همسفر بود. همسفرت کیست؟ رسول اکرم گفتن همسفر من تو هستی ای ابوبکر صدیق. حضرت عایشه صدیقه میگوید من میدیدم که انسان از روی غم و مصیبت گریه میکند، لکن از روی شادی ندیده بودم کسی گریه کند. لیکن ابوبکر پدرم را وقتی که همسفر خود اعلام کرد، از شادی حضرت گریه میکرد که من همسفر پیغمبر خدا هستم. برادرای عزیز، اینجا یک حکمت از دست نرود. همسفر پیغمبر خدا را خداوند اعلام کرد که ابوبکر باید باشد. خدا اعلام کرد که همسفر تو باید ابوبکر صدیق باشد، زیرا که ابوبکر خداوند میدانست که وی شایسته بود، وی لایق ترین شخص بود
وای امین ترین شخص بود، وای اخلاص ترین شخص به سوی پیغمبر بود. از این خاطر او را اعلام کرد. اینجا ابوبکر صدیق ما را یک درس داد. برادرای عزیز گرامی، این حکمت هم از دست نرود. ببین از جان از مالش گذشت، اشک شادی میریزاند برای دیدار پروردگارش. میدانست که این سفر سفر پرخطر است، این سفر سفر آسان نبود، این سفر سفر استراحتی نبود، این سفر سفری بود که در راه با دشمنان روبرو میشد. ای خلاص با ابوبکر سخن پزاندن، وقتی برآمدن اعلام کردند که بعد خفتن می شود. آمدن نزد مخلص دیگری خود حضرت علی رضی الله عنه. علی را دعوت کردن، با او اعلام کردن که امشب من هجرت میکنم، تو دو وظیفه داری. وظیفه اولت این است در جایگاه من امشب تو خواب میکنی. دوم وظیفه که داری آن مالی که این مردم در پیش من امانت گذاشته بودند، سحر که روز شد امانت به صاحبهاش میگردانی. پیغمبر خدا را اینقدر بد میدیدن به خاطر که امانت گذار بود، در امانت مردم خیانت نداشت، امانت چنان در پیش وی میگذاشتند. از وقتش رسول اکرم لقب امینی داشت، امانت نگه دارنده بود. ولی امروز امتاش امانت خیانت میکنند. امروز امتاش دروغگوان، دزدن، حسد میبرند، کینه میبرند. همه عملهای زیش در امتای پیغمبر خدا هست. گفت دویم وظیفه دار علی این است که سحر امانت هایی که در پیش من مردم گذاشته بودند اونا را به صاحباش تقسیم میکنی. با حضرت علی هم رسول اکرم خیر و خوش کردند و حضرت علی را در همون چادری سبزی که میخوابیدن پیچانید و در جایگاه خوابی خود گذاشت. حضرت علی بالای بستر خواب کردند. رسول اکرم از داخل خانه برآمدند، یک مشت خاک در دستشان و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این آیت قرآن از آیت 9 سوره یاسین خواندند. بالای این خاک صوف کردند و بیرون از خانه شدند، پرتافتند. میگوید پروردگار میگوید و مجرد خواندن این آیت قرآن پیش چشمهای این مشرکان ما دیوار ساختیم، حبیب ما آزاد از پیش چشم اونها برآمد رفت. اونا ندیدن که رسول اکرم از این خانه آزاد برآمده رفت. وقتی رسول اکرم گذشته رفتند، با ابوبکر بالای اشتر سوار شدند. یک نفر در راه میگوید پیغمبر خدا را دید، از همون نماینده های مشرکان بود. آمد نگاه کرد نزد دروازه پیغمبر، این 11 نفر کاردار در دست انتظار. گفت شما منتظر کی هستید؟ گفتن ما منتظر محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. گفتن آخر من محمد دیدم در اثنای راه از مکه بیرون برآمده ایستاده بود. گفتن نه، گفتن ما از قسم شب منتظریم. باز آمده میگد از تیریزه خانه رسول اکرم نگاه کردن، بالای جایگاه کام خوابه، اونجا علی بود. اونا تصور کردن این رسول اکرم است. باز همون شک از دلشان دور شد. خیلی جوان مردی است برادرای عزیز و گرامی. در جایگاه مرگ خواب کردن، در جایگاه خوف و خطر خواب کردن، این کار هر کس نیست. سحر وقتی که روز شد، حضرت علی از جایگاه خواب خیستند، دروازه را کشادند، بیرون برآمدند. مشرکان به مجرد علی را دیدن همگی دیوانه شدند، دیوانه شدند. اینجا حضرت علی را میگذاریم، میایم به هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. آمدن ابوبکر صدیق گرفتند،
بالای اشتر سوار شدند و به سوی غار رفتند. غار ثور میگویند حاجی ها، این غار رفته همیشه زیارت میکنن میبینن. وقتی که رسول اکرم از مکه مکرمه می برآمد به طرف این شهری که در او زاییده شده بود، 53 سال حیاتش در این مکه مکرمه گذرانیده بود، نزول وحی بود، حیات خود با خدیجه در همین مکه مکرمه گذرانیده بود. گویم خاطره های تلخ و شیرین او در این کوچه های مکه مکرمه گذشته بود. به جانب این مکه نگاه کرد، به سوی شهر رو گفت ای مکه، گفت از تمام جهان دیده برای من تو محبوب تر هستی، لیکن چیکار کنم که فرزندانی ناخلفی تو مرا نگذاشتن که در این شهر من حیات به سر ببرم. تو را در حفظ خدا می سپارم. این دعا را در حق مکه مکرمه در زادگاهش کردن و ره سپار به سوی همون غار ثور شدند. برادرای عزیز و گرامی، به جانب غار ثور رفتن کار مشکل بود. راه بسیار سنگلاخ بود، بسیار سنگهای تیز داشت. حبیب خدا پای لوچ بودند و میگوید تمام پایهای رسول اکرم جراحت برداشت. ابوبکر دید که رسول اکرم ساعت به ساعت حالش وزبین میشد، بالای پشت مبارک خود بارش کردند. شخصی که در پشت ابوبکر سوار شده است، برادرای عزیز و گرامی، در صلح حدیبیه حبیب خدا وقتی آب دهانشان خطوفش می پرتافتند، صحابه ها خطوفهای او را گرفته در رویهاشان می مالیدند و می گفتند در هر جایی که آب دهان پیغمبر رسد او را آتش دوزخ نمی سوزاند. کجا گویم پشت ابوبکر صدیق جای سواره رسول اکرم بود. چگونه زبان کشاده می شود، گروه ها پیدا می شوند میگن ابوبکر دوزخی هست. پشتی که در او رسول اکرم سوار است، شخصی که او را رسول اکرم محبوب خود خواند، چگونه ای را از اهل دوزخ میگویی؟ افسوس پروردگار ما رحیم و رحمان است و الا باید در همون زمان زبان او را گم گرداند. والله باید زبان او را سوزانده گرداند. افسوس که خداوند او را مهلت میدهد که شاید همین بدبخت از همین عقیدش گردد. پشت رسول اکرم سوار شدند. حبیب خدا وی میگوید ابوبکر صدیق وی برداشته به نزد در غار آوردند. یک غاری که سالهای دراز در داخل او همه حشرات ها وجود داشت. شما یک منظره که این تاریخ اصلا فراموش نمی کند و رنگ این تاریخی که در این غار نویسانده شده است هیچ وقت کورک نمی شود. این عاشق ببین، این عاشق نخواست که معشوق خود رسول اکرم یک باره در غار درآید. چیکار کرد؟ حبیب خدا را در همون نزد غار گذاشت. گویا حبیب خدا من اول در آمده این غار یک تفتیش میکنم، تازه میکنم، آماده میکنم، بعدا شما وارد غار میشوید. حضرت میگوید مثل ما نه، 3-4 لباس داشتند، فقط یک ریدا در اطراف همون وجودش پیچاندگی بود. میگوید وقتی وارد غار شدند همون ریدای مبارک کشادند، همچون جاروب داخل غار میگه رفته تازه کردند، همه سنگ ها را از غار بیرون کردند. حتی میگه چند سوراخی هایی که در غار بود از همون ریداش میدران، سوراخی ها را محکم میکرد. فقط در یک سوراخی میگه ریدا که تمام شد، در یک سوراخی دیگر لباس نرسید که وی محکم کند. حبیب خدا را جیغ زد، بیا گفت پدر و مادرم فدای تو باد، غار آماده شد، مرحمت درآ گفت. وقتی که غار آماده در آمدن رسول اکرم شد، وقتی میگد وارد غار شد رسول اکرم، ابوبکر میگوید من در چهره پیغمبر خستگی را حس کردم، بسیار مانده که بود. گفتم ای حبیب خدا استراحت کن. البته اگر تصور کنیم ابوبکر خسته بود، لیکن خستگی خدا را، خستگی خدا در برابر خستگی رسول اکرم فراموش کرده بود. حبیب خدا را میگوید گفت استراحت کن. ببینید رسول اکرم سر مبارک خدا در کجا گذاشت؟ باز در بالای ران ابوبکر صدیق. بالای ران ابوبکر صدیق گذاشت و
حضرت خواب در رفتند. ابوبکر صدیق همون یک سوراخی که از او خطر داشت با کف پاش همون را میگد محکم کردند. این زمان بود که یک مار وحشی در کف پای حضرت ابوبکر میگد نیش زدند. خیلی وجود حضرت دردمند شدند، طاقت کردند تا که ابوبکر صدیق اونقدر طاقت فرسا بود که حبیب خدا از خواب بیدار نشود. طاقت کردند، لیکن درد که بالای ابوبکر که زیاد میشد، دیگر آب چشم ابوبکر میگوید در بالای رخساره رسول اکرم زد. حضرت بیدار شدند، گفتند ابوبکر، گفتند چی شد؟ گفتند مار همین پای مرا نیش زد. حضرت ببینیم از جاش خیستند، آب دهانشان گرفتند و در کف پای حضرت ابوبکر میمالیدند. همچون یک دوایی و دعا کردند خدایا برای ابوبکر شفای کامل نصیب بگردان. در بعض روایت میگوید این مار به سخن آمد، به سخن آمد این مار، گفت ای حبیب خدا، قسم به خدایی که مرا آفریده است، من حق نداشتم که این یار تو را بگزم، لیکن این سوراخی هایی که میبینی همه اینا من سوراخ کرده بودم. من میدانستم که روز از روزها تو وارد این غار میشوی، من از هر یک سوراخی جمال زیبای تو را تماشا کنم. حضرت برای ابن عازب میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس وجها. حضرت برای ابن عازب در حدیث بخاری میگذارد بهترین حسن و جمال در چهره پیغمبر خدا بود. این مار میگوید همه این سوراخی ها را من کرده بودم تا که اگر یکی از اینها محکمم که شود از دیگر رشته را تماشا کنم، لیکن چیکار کنم که همه این سوراخی ها برداشته شد. خلاص حضرت در همون داخل غار ماندند. شب آنجا روز کردند. می آییم به نزد حضرت علی که سحر از خواب بیدار شد. وقتی حضرت علی بیدار شدند، با این مشرکا که روبرو شدند، مشرکا پرسیدند محمد کجا؟ حضرت علی از علی سر میرفت لیکن سیر نمیرفت. همه را میدانستند، لیکن وای هیچ وقت مسلمان نمیفروخت. گفتن نمیدانم. نمیدانی؟ نمیدانم. کلتک های داشتن، زده میگوید به خانه کعبه آوردن که ابو جهل همراه مجلس گذرانیده بود، منتظر بود که کنی جسد بیجان پیغمبر به مکه آورده می شود. نگاه کردن که علی دستهاش بسته و به خانه کعبه آورده شده ایستاده. گفتن چی شد؟ محمد کجاست؟ گفتن نمیدانیم. سحر روز شد از جاگه پیغمبر دامادش علی خیست. پرسان کردن جواب نیست. ابو جهل که بسیار آدم درشت سخن بود، بسیار قهر که داشت، دوام به سوی خانه ابوبکر آمد. دختر ابوبکر در خانهش بود، اسماء بود. وقتی آمدن فریاد زد ابوبکر. از داخل حضرت اسماء بیرون آمدن، گفتن لبیک. پدرت کجاست؟ گفت نمیدانم. نمیدانی؟ گفت نمیدانم. ابو جهل که میگوید بسیار تنومند بود، اسماء میگوید چنان یک ضربه سخت در پیشی برم زد که قسم به خدا گوشوارهام از گوشم پرید. به خاطر که تو سیری پدرت میپوشانی، به خاطر تو نمیگوی که ابوبکر در کجاست. خلاص در حال ابو جهل امر کرد تمام سرحدها بسته شود. هر یک راهی که به سوی مدینه می رود همه راه ها را بندید. راه ها بسته شده. چی می دانند که راهی که خدا می کشد او راه دائم گشاده است. حبیب خدا همراه ابوبکر 3 روز در این غار ماندند.
3 روز. همان روز مشرکان با همراهی عسکر نزد غار آمدند. اطراف غار را احاطه کردند. ابوبکر صدیق به طاقت شد. خدمهاشون نمیدید. ابوبکر گفت، قسم به خدا، گفت ای محمد، اگر یکی از اینها سرش پایان کند هر آینه ما تو را میبینند. یکی رسول اکرم چی گفتند؟ یا ابوبکر، ای ابوبکر، ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ای ابوبکر، گمان تو چیست؟ فکر تو چیست با آن 2 نفره که سیوم اونها خداست؟ فکر چیست؟ فراموش نکن که ابوبکر و محمد در این غار تنهاست. الله در محافظت ما ایستادگی است. خداوند در سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تحزن ان الله معنا. حبیب خدا گفت ابوبکر غمگین نشو، الله همراه ما. خلاص اطراف غار فرا گرفتند. ولله جنود السماوات والارض. خدا میگوید همه آنچه که در روی دنیا است عسکران من هستند. پروردگار میگوید پیش از آن که این عسکران آید امر کرد به عنکبوت که بالای غار تار بکش. بالای غار تار کشیده شد. عنکبوت در بین اون لانه خود گذاشت. کبوتر امر کرد رو در بالای غاری که ابوبکر و محمد ایستادگی است اونجا الچه میگذاری 2 تخم میکنی. مشرکان آمدن نگاه کردن تار بالای غار کشیدگی. یک کبوتر الکه لانه ساختگی 2 تا تخم بالای در داخل لانه شد. نوکرای ابو جهل گفتن، ای ابو جهل گفتن اونا در این غار نیستن. گفت اگر در این غار می شدن هر آینه این کبوتر در این لانه نمی ساخت یا این تار عنکبوت کنده می شد. در شک افتیدن، از نزد غار دور شدن. عبدالله فرزند حضرت ابوبکر هر شب خبر مکه را با اونا می برد. 3 شب خبر می برد چی گپ در مکه رفته ایستاده. عامر ابن فهیره که غلامی بود که ابوبکر آزادش کرده بود، گوسفندای ابوبکر اطراف غار می آورد می چرانید. شب از همین گوسفندا این 2 محبوب خدا را شیر می داد. گویم بعد این 3 روز حبیب خدا یکی از یهودی ها را دعوت کرد که برای او راهنمایی کند. اونها را تا مدینه برده رساند. خلاص اینها را گرفتند و صحت و سلامت به مدینه منوره برده رسانیدند. این هم یک لحظه هست که تمام احادیث های صحیح در باب این غار، در قصه این غار وجود دارد. این هم از فضیلت حضرت ابوبکر صدیق برای ما و شما حکایت. برادرای عزیز و گرامی، از این هجرت پیغمبر خدا ما باید درس گیریم. این درس است برای ما. گذشتن از مال و فرزند. حضرت علی برای چی در جایگاه خواب کردند و برای ما چی درس دادن؟ گفتن کسی که یقینا از خدا میترسد او را خدا محافظت میکند. خداوند در سوره طلاق، در چندین جای سوره طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی از من میترسد از همه مشکلات خلاصش میکنم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی بر من توکل میکند من وی بسنده هستم. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، خدا میگه کسی که از من میترسد همه کارهاش آسان میگردانم. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، خدا میگه کسی از من میترسد همه گناهاش نابود میکنه و برای بهترین پاداش نصیب میگردانم.
سوره توبه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آتى الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. خدا میگوید مسجدها را کسانی آباد میکنند که ایمان به خدا دارند، ایمان به روز قیامت دارند، کسانی هستند که نماز میخوانند، زکات میدهند، در برابر این فقط از خدا میترسند. کسی از خدا میترسد اون نجات مییابد. خدا میگوید خلاص ابوبکر صدیق رحمت الله علیه بسیار خدمت‌ها شایسته است. سوال‌هایی که پیش من است خیلی ضرورت دارند برای جوابش که من جمعه گذشته برای شما بیان کردم و جمعه آینده خدا خواسته باشد من در باب تهمت حضرت عایشه صدیقه که اینم گویم یک غم و یک دقت برای حضرت ابوبکر خواستن دشمنا بیارن که ابوبکر صدیقه خواستن غمگین کنن، خواستن شرمنده در پیش خسورش کنن. حضرت عایشه صدیقه را تهمت به زنا کردند. چگونه حضرت عایشه را تهمت به زنا کردند، چگونه حضرت عایشه نجات یافت از این، جمعه آینده من برای شما از قصه حضرت عایشه هم بیان میکنم و امروز باشد همین چند سوالی که از من جواب اینا را گویم. السلام علیکم بابای حاجی، در حق برادر من علی شیر یک دعای شفا کنید. التماس خداوند شما را نگهبان باشه. یک برادر من علی شیر بیمار هستند، خدای مهربان این برادر ما علی شیر شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب گردان. السلام علیکم برادر شیرین گفتار ستاره دین اسلام حاجی میرزا. من مادر 4 دختر می باشم و پسر ندارم، ولی دخترهای خود را بر روزه نماز قرآن خوان کردم و از شما دادر عزیز خواهش میکنم که در حق من و دخترهایم دعای نیک کنید. من هم از درگاه خدا طلب آن را دارم که دائما تن شما صحت و زبان شیرین شما، لفظ خوب شما برای ما مادرها دعاگوی باشد و این مبلغ ناچیز را اگر برای آبادی این خانه خدا قبول دارید ما خرسند میشویم. با سلام اپای شما، اپای زیبا. دیروز ما با این مادرم همینجا ملاقات داشتیم. بسیار زنی با عفت، بسیار زنی خداتر، صاحب 4 دختر، تربیه کننده این دخترها و یک مبلغ هم آوردن برای آبادی مسجد صرف کنید از پول مهنت همون حلال دخترهاشون. و حتی که شاید بعض شنیدگی ها دارد که اگر از کسی دختر باقی ماند بعد سر او یگان خیر به او نمیرسد. بسیار باور کنید این فتواهای همون کسانی هستند که در اسلام فقط زیانشان میرسد، فایدهشان نمیرسد. حبیب خدا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین. کسی که اگر 1 دختر، 2 دختر، 3 دختر، 4 دختر شد تربیه میکند، از خدا با خبر میکند، با عفت نگهشان میدارد، حبیب خدا گفت این گونه مادر روز قیامت پیشا دنکال همراه من جنت میرود. از یک خیل بچه بی ناموس، از یک خیل بچه گویم که بی ترتیب، بعضی هم دخترای با ناموس خیلی بهتره. بسیاری پدرها را دیدیم از فرزندای همون نرینه شان بیزار شیدگی هستند. این تحقیر است. زن در اسلام بسیار مرتبه بلند دارد. تا دوره رسول اکرم زن قدر نداشت. این قرآن هم گواهی میدهد و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. روز قیامت خدا میگه من آن دخترهایی را که عربها زنده به زنده گرانیده بودند آنها را جان میدهم، از کشتل پدرهاشان میدانند برای چی ما را زنده به زنده در قبر جای کردی. در دورهای پیش از اسلامی دختر تولد شدن این بیعاری و بیشرفی برای همون خاندان بود، لیکن اسلام که آمد خداوند هن لباس لکم و انتم لباس لهن گفت. این زنها لباسی شما هستند، شما لباسی زنها هستید. خواستم یک مسئله را برای شما روشنی اندازم. اینجا 2 برادر از من سوال کردن، هر 2 برادرها از یکی از کلاب و یکی از دوشنبه هست.
یکی سوال دادن که وقتی که همین فلاشترکا خانه هاشون ترک میکنن و میرون، پس اونا در خانه وقتی که خلل پذیرن میتوانیم ما لانه های همونا را چپه کنیم؟ البته میتوانیم، هیچ باکی ندارد وقتی اگر در شما یگان زلال خللی وارد کنن. پس این کوتاه مختصر برای شما. و دویم یک برادر تبلیغی داریم، بیچاره یک ماه و نیم ماه قشلاق به قشلاق و خانه به خانه سیل میکنند، فقط به گوش مردم سخن خدا و پیغمبر میرسانند. باری میگوید به یک برادر روبرو شدم، من در اطراف همین قرائت قبر بالای قبر سخنرانی کردم، یک مجلس کلان. یک برادر سلفی میگوید همونجا مرا تحقیر کرد و نگذاشت که ما همین سخن گوییم که قرائت بالای قبر فلان فلان است. التماس حاجی امینا را شنوانین. آخر که مثال ماهاش قطعی مثال دعوت میکنیم، دیگر میکنیم، پیش راه ما را میگیرن. از این خاطر من همین حدیثی گفتم ولا یحقروه، مسلمان همین است که یک برادر مسلمان شد تحقیر نمیکند. هیچ وقت ما باید یکدیگر را تحقیر نسازیم. برادرای عزیز، وقتی میگه من دلیل میگه دلیلات ضعیف است، میلش بیاید یک نظر کنید. مثال با عمدة القاری شرح صحیح بخاری محمود ابن عینی، خدا رحمت و مغفرتش کند، عادی نیست. اگر وای تاریخ حیات این کس داند، وقتی من سخن از نام محمود ابن عینی میگویم، وای شاید که مثال گوید بسیار آدمی بزرگ بود، در اصل وای محدث بود، وای شیخ الاسلام بود. وای در زیر حدیثی که در بخاری و در مسلم روایت می شود که پیغمبر خدا و پیش یک قبر گذشت، چی گفت؟ گفت صاحب این قبر، گفت صاحب این قبرها گفت در عذابند، صاحب دو قبر. وقتی که پرسان کردن چرا پیغمبر خدا، چی سبب بود که اینا در عذابند؟ گفت یکی از این سخنچین بود، دیگرش پیشاب شد قاق نمیکرد. لیکن حبیب خدا میگه یک نوده خرمای تر شکست بالای دو قبر، میگه خلان. گفت تا زمانی که اینا تر هستند تسبیح برای مرده میگویند. این سبکی برای قبر است. خدا رحمت کند محمود ابن عینی شرح صحیح بخاری عمدة القاری در زیر همین حدیث استنباط کردند که مادامی که یک نوده درخت که سبکی برای قبر باشد، پس قرائت قرآن افضل و بهتر است که در بالای قبر خوانده شود. این سخنی محمد ابن عینی است، این سخنی ضعیف از من نیست که ضعیفش گویی، از یک نفر دیگر نیست که ضعیفش گویی. او امام خطابی را خدا رحمت کند میگه مستحب است بالای قبر خواندن قرآن. خدا رحمت کند بیهقی را میگوید که حضرت عبدالله ابن عمر گفتن که من از پیغمبر خدا شنیدم که بالای سر مرده اولی بقره، پایان پارش آخری سوره بقره را خوانید. او سخنان همین دوستای خدا در کتابا، اگرچند که بله یاسین خواندن، تبارک خواندن حدیثی ضعیف است، لیکن این سخنان اینا حضرت ها گفتن مستحب است، نیک است که بالای قبرها همین خوانده شد. همین باعث جنگ است، همین باعث کشماکش است. و من نمیگم برادر سلفی کسی هست که گویم که وای هم مثال در برابر یک برادر تبلیغ میایستد، تبلیغ میکنه، دعوت میکنه، و چه در پیش راه مثال یک برادر میایستی و اینش ضعیف، اونش ضعیف، اینش بدعت. اگر بدعت گوین میکروفون ما بدعت است، اینم بدعت است، ما در دستم گرفتم بدعت است. دویم اذان از قاری دادم بدعت است، در دوره رسول اکرم دویم اذان نبود. موعظه پیش از جمعه کردم بدعت است، لیکن من برای شما موعظه دارم، نیست در دوره پیغمبر نبود. برای این برادرای عزیز و گرامی بیایید این چیزای بحث و مناظره ما و شما نیست. من میدانم این شخصی میگوید که بیچاره باز میگردم میگویم که همون برشور میخواند، همون میگوید. این آدم به فهمش نمیگوید. یک دیگر در اختلاف نه اندازه، یک دیگر تون دوست دارین، یک دیگر تون احترام کنین، به قدر یک دیگر تون رسید. اسلام روز به روز قوی کنین. در اسلام یاردمچی باشیم، دشمن نباشیم. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. بگذار قرآن خواندن گیرم بالای قبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين يا رب العالمين.